ما در جلسه با آقای حاجی زاده و دوستانشون اونجا دیدیم وقتی که کل پایگاه آمریکا رو به ما نشون دادن، تمام ظرفیتاشون رو، حمومشون هم ما دیدیم که کجا حموم دارن، کجا دستشویی دارن، کجا دارن حرکت میکنن، کل بضاعتشون زیر کنترل دوستان بود اونجا. گفت ببین اینا لحظه نابودن، غیب میشن همشون برای ما. آمریکا اینو میدونن مطمئنا. آمریکا میدونه دیگه، خلیج فارس هم بسته است. اینا کدوم گوری میخوای بیای؟ یه کار جالب تری که میخوام بگم فریبکاره، اینو باز نمیدن تحلیل بکنم، من دارم اینو تحلیل میکنم دیگه. زمانی که رفت 240 میلیارد دلار به عربستان سلاح رو فروخت که اینا میان چه به دردشون میخوره، با کی میخواد بجنگه؟ خب بدبخت. یه آرامکو که رفت رو هوا همیشه نابودی دیگه. همه میگن شاه عربستان مثل مرده، اینا نگران کودتان توی اونجا. اگه نبود ملاقات میکرد با حالا هیچ روشن نمیکنه، یا خیلی مریضه یا. اما وضعیتی که الان اونجا هست اینه که شما 240 میلیارد میخواد چیکار کنی؟ مگه در یمن تونستی سلاحات استفاده کنی؟ خلبان فرانسوی، آلمانی، آمریکایی پرواز میکنه. یعنی او برای اینکه با یه تیر دونشون زده، هم از جیب اینا گرفته، هم کاری با زلنسکی داره میکنه. حالا در اینجا با اینا چی که پولش نقدی از پیش گرفت که اگر خواست اتفاقی بیفته بگه آقا من مثلا اینجا دارم برای شما پرواز میکنم، حقوقشون رو میگیره، حقوقای بالا. در این وضعیت اومد چیکار کرد؟ آقای بن سلمان ازش پرسید که خب آخه اگه ما رو اینجا درگیر بشیم با آمریکا، تو میخوای میگی من میزنم، اونا تو ما رو میزنم، ما نابود میشیم، اینو ما چیکار باید بکنیم؟ گفت مشکل نداره، همه 6 تا بیدویی که میگفتم و الان میگم پرواز کنم برن آمریکا، پرواز کردن رفتن آمریکا دیگه. به خاطر جمع باشه. از اون به بعدم نگفت ما دیگه با ایران میجنگیم، گفت ما روی شما فشار اقتصادی رو انقدر میبریم بالا که نتونی یه بشکه نفت بفروشید. دیگه ادبیات تهدید به حمله رو گذاشت کنار. شما صحبت‌های سردار سلامی رو ببین تو امام حسین، صحبت‌هایی که ما از آقای حاجی زاده دیدیم، تمام ایستگاه‌ها و پایگاه‌ها رو دیدیم، اوضاع احوالی که شما نگاه می‌کنی یعنی چی؟ تموم شده. اما یه چیز تموم نشده، عملیات روانی و شبکه نفوذ داخل ایرانشون بسیار فعاله. یعنی این نکته بسیار کلیدیه که باید فشار اقتصادی اینا دارن اجرا میکنن. دقیقاً.